انسان را گمراه کردن توسط شیطان تنها در تفریط از دین نمیشه، در افراط از دین هم میشه. تفریط موارد خطرش کمتر است، افراط بیشتر. به خاطر او انسانهایی که در دین تفریط میکنن خودشان میفهمند که ما تفریط میکنیم، خودشان انگیزه درونی خودشان اینا رو متوجه میسازن. یک نفری که مثلا نماز پابندی نداره، مثلا یک عمل دیگه، یک عمل خیر دیگه را انجام نمیده، خودش میفهمه که راستی این عمل چی هست؟ گناه هست. و به همین خاطر یعنی اگر یک کمی انگیزه برش بتین، یک کمی برش انگیزه بتین، چی میشه؟ دوباره توبه و استغفار میکنه، مشکلش حل است. اما برعکس او انسانی که در دینداری ضوابط شرعی را نادیده میگیره و افراط میکنه، این خطرش خطرناک است، چون این افراط خود عین دین میدانه. خطرش دمیست، افراط میکنه خو امی عمل افراط خود عین دین میدانه. اگر تو در اونمو مورد افراطی شده مشخص کتش مخالفت بکنی، تو را میگه که تمی اصل دین مخالفی. اینی لحاظ خطرش بیشتر است. دقت کردین؟ تکرار میکنم، انسان هایی که تفریط میکنن، این به معنی از این نیست که کار خوبی میکنن، بسیار کار بده میکنن. خب خطر کدامی از اینها صدمه بیشتر داره؟ آیا افراط یا تفریط؟ در بعض از موارد بله، زیاد متساهل بودن هم جامعه را به طرف بدبختی های زیاد میبره. و فعلا امی وضعیت فعلی که ما شما در جامعه داریم، یک دلیل کلانش ای بوده که یک عده زیادی از علمای ما حتی نتانستن موقف سالم اعتدالی را حفظ بکنن. بسیاری موارد تساهلشان، جنبه تساهلشان غالب شد. این جنبه تساهلشان که غالب شد، اعتماد جوانا را از دست دادن. پیش جوانا اعتماد خود چی کردن؟ از دست دادن. جوانا بعد از او خودشان در امی ضوابط شرعی را حفظ نتوانستن بکنن. اینا رفتن به کجا؟ به طرف افراط رفتن. به همین خاطر در بین خیلی از جوانان ما هر قدر تو تندتر گپ بزنی محبوبتری. این به خاطر دینداری نیست، خب این به خاطر از است که با مزاج اونا گپت بیشتر برابر میاد. اما تو واقعیت گپ می هست یا نیست؟ این به خاطر دینداری زیاد نیست، این به خاطر این هست که مزاج جوانا به خاطر تساهل علما، اعتمادشان سر علما چی شده؟ کم شده. خودی از اینها هم نتونستن که اما حالت اعتدال اسلامی را درست تفکیک بکنن، چون نیازمند علم بالا و تخصص بالا و دقت بالا و اخلاص بالا هست. این مورد که نبود، به همین خاطر اصلا یک نفر ولو بفهمیم که مثلا بسیار افراط میکنه، خطا از پیش زیاد میشه، بازم محبوبیت بسیار زیاد داره، مورد مرجع قرار میگیره. این به خاطر ایست که با مزاج و حماسه جوانا که موارد امی ضوابط را هم حفظ نکرده را چی میکنن؟ تطابقات بیشتر داره، خوب خوششان میاد. یک کسی بود میگه امی که یک نفر میگه مرتد، آت خوش میاد، خوشحال میشد. امی لفظ براش خوشایل، این خطرناک است. امی احساس خطرناک است. ما از این که مردم دیندار شوه خوشحال نشیم. بسیار جای به اصطلاح گریه و ناراحتی است که ببینیم مردم خلاف شریعت میره، اما این که خوشحال میشه میگیم فلانی مرتد، فلانی کافر، تو خوش میشه که سعی اصل حالا مگه اصل نشینه میز. این حس دارن جوانان ما و این حس درستی نیست. گرچه پیش خودی را عین دین میدونن. به همین خاطر اگر در مورد امی برداشت مخالفت بکنی، اگر کمک بی باکتر بود پیشورید میگه بارت هم کافر شدی. اگر بی باکتر نبود قد زیاد پیشورید نمیگه، پشت سرت خب میگه نی هم خلاص از گپش میگه. اما تو میگه جوانان یا خلاص از گپش، وقتا خوب بود یک ذره خلاص از گپش. این خطرناک.